چیزی که در خیابان دیده شد واقعا یه لشکرکشی از این بر علیه مردم. من واقعا در طول تاریخ زندگی کنم میشمونم این صحنه ندیدم. این همه نیرو همه چیزی شده باشه در جاهای حساس. مثلا من داشتم از کنم تا برسم فرنگستان شاهد یک بارش نیمی بسیار متواکمی در دانشگاه تهران همون که واقعا متحد به مارتول تارکانی و نقاط مرکز شهر. من همون لحظه که هنوز این به اصطلاح مردم جمع نشده بودن توی اتفاقاتی افتاد نیفتاده بود به ذهنم اومد که اگر امروز یک نفر هم نیاد به خیابان بازم یک پیروز برای راه سبز امید هست. نشون میده که دو خوبی هست، یه عظمتی در پشت این قضیه هست، در حالی که اگه واقعی ما نگاه بکنیم نظام نمیبایست از این مسئله بترسه و کلاً مسیر نباید در یک کشوری که به نام اسلام اداره میشه، به نام مثل انقلاب بزرگی از سر گذرونده از این مثلا راه باشه که با ترسوندن مردم ما کشور رو اداره بودن. این آرایش نیمی که جز ایجاد ترس نمیتونه هیچ مفهومی نداشته باشه، این سرمایه عظیمی رو میتونه مورد تهدید قرار بده و هدف قرار بده. در حالی که ما اگر میخوایم یک ملت سرفراز داشته باشیم، یک کشور سرفراز داشته باشیم، پیشرفت داشته باشیم، درست روی این مسئله باید تاکید بکنیم و این مسئله باید بایستیم. این هم چیزی که مورد هدف قرار گرفتیم. ولی آیا این حاصل شد این مسئله؟ من به نظر من اینه که حاصل نشد. یعنی بله، یعنی این دخالت‌ها و این هجوم و بعدم اون ضرب و شتم‌هایی که بعضی از تصاویر از اون سایت‌ها هست در جای مختلف پخش شده هست، چون در این وضعیت شاهدهای بیشماری هم برش بوده، خب مردم رو اذیت کرد و خسارت‌های وارد بود و هزینه‌های مردم دادن، ولی مردم نترسید.